پوینت این ویدیو اینه که از 50 تا دختر میپرسم اگر سینگلن چی شد آیدی اینستاشونو بهمون بگن. من امیر پارسا هم، اینجا پارسا پروژکته. میشه منم بگم اسم من چیه؟ اسمت چیه؟ هانیه. اینشون هم نابینا بود وسط خیابون دیدش میشه. آره؟ بریم. اسمت چی بود؟ مارال. سینگل یا تو رابطه؟ سینگلی. آیدی اینستا تو بهمون میگی؟ مارال__THI. آها. و اینکه متولد چندی؟ 85. شغلت؟ ژیمناستیک. کدوم محل تهرانی؟ باغفیز. قدت؟ 168. اسمت چی بود؟ آوین. آوا؟ آوین. سینگل یا تو رابطه؟ سینگلم. میشه آیدی اینستا تو بهمون بگی؟ AV 6 تا I N 2 تا آندرلاین. متولد چندی؟ چند میخوره؟ 84 5. 1. قدت؟ 1.67. کدوم محل تهرانی؟ چیتگرم. و شغلت؟ جان؟ طراح لباس عروسا. اوه. اسم چی بود؟ شیدا. مبینا. اصل. سینگل یا تو رابطه؟ سینگلم. آیدی اینستا تو میتونم داشته باشم؟ شیدا اون. MB1INA. اصل زمانی. اوکی. متولد چندی؟ 82. کدوم محل تهرانی؟ شهران. قدت؟ 167. 1.60. 160. و شغلت؟ نمایشگاه بین‌المللی اینفورمیشن. کلینیک کار میکنم. مدل. مرسی بچه‌ها. اسم چی بود؟ آتنا. سینگل یا تو رابطه؟ سینگلم. آیدی اینستا تو بهمون میگی؟ atena.hp. و اینکه متولد چندی؟ 82. شغلت؟ مترجم زبان انگلیسی. قدت؟ 1.67. و کدوم محل تهرانی؟ بولوار فردوس. مرسی. اسم چی بود؟ ستایش. سینگل یا تو رابطه؟ سینگلم. آیدی اینستا تو بهمون میگی؟ بله. ستایش محمدی. و اینکه متولد چندی؟ 86. 86. واقعا؟ قدت؟ 1.63. کدوم محل تهرانی؟ سعادت آباد. شغلت؟ شغل ندارم. ما چون ایشکی با اون مصاحبه نمیکنه اومدیم. آره میام برنامه. بفهم. فقط زاویه دوربینت خیلی بده. بریم. اوکی. بریم. آره. جوک جدید بگم بگو. یا همونا رو بگم؟ همونا رو بگی میگم جوابش. یکیشو بگو همونو بگم جوابش. ببین اگر شیرینی فروشی آتیش بگیره تر خوش من میدونید ماهیا اگر چای توالتشون بگیره به کی زنگ میزنن؟ نهنگ انبر. جلا. میدونید بدتر از فراموشی چیه؟ فراسگی. فراگربه‌ای. موش با گربه چون همسانن همچین چیزی میشه. میدونی اگه صدقه بدی 70 نوبت همین در این ندارم. نشیم به نیکسیم پای گلدون فقط یه هیت چیپار گلدون دیری بونه گرفت تو دست جلان داد یک شب کشید بالا دلار فار. اسم چی بود؟ ماهورا. سینگل یا تو رابطه؟ 100% سینگل. آیدی اینستا تو بهمون میگی؟ بله. ماهورا آندرلاین کالکشن. و اینکه متولد چندی؟ 77. قدت؟ 164. کدوم محل تهرانی؟ هروی. و شغلت؟ طراح لباس. مرسی. بذار من نیمش کنم استایل تو ببینیم. شما اسمت چی بود؟ نیکا. سینگل یا تو رابطه؟ سینگل. آیدی اینستا تو بهمون میگی؟ اوکی. نیکا آندرلاین. قدت؟ 1.66. کدوم محل تهرانی؟ شرک قلب. شغلت؟ طراح لباس. و متولد چندی؟ 83. هر نگاه گرم تو امید فردا بود. عشقت عزیزم خونه تو رگهام بود. امشب تو سرمایه -2 درجه 2 نفر کلن به ما ایدی دادن. چشم دلم روشنی چه یاریه. چشم دلم روشنی چه یاریه. اسم چی بود؟ فرناز. سینگل یا تو رابطه؟ چطور؟ سینگل یا تو رابطه؟ سینگل. آیدی اینستا تو میگی؟ DM فرانا.
متولد چندی؟ 77. نمیخوره بهت اصلا. کدوم محل تهرانی؟ ستارخان. دیگه داری بیوگرافی قد میاری. 161. و همین دیگه. شغلت؟ تایپ همونه هست. معمار. سینگل یا تو رابطه؟ سینگل مثل سینگل پلاسه. آیدی اینستاتو میگی؟ سارینا حسینی. بعد یه عالمه آی داره بچه، 4-5 تا آی داره. متولد چندی؟ پس میذارم متولد چند باشه؟ بذار بچه تو کامنت ها بگن. 85. قدت؟ 163. کدوم محل تهرانی؟ خندید. اشرفی اصفهانی. و شغلت؟ شغلم بیکار، پول بابا. اسم چی بود؟ غزل. سینگل یا تو رابطه؟ سینگلم. آیدی اینستاتو میگی؟ QZL XBX آندردان. قدت؟ 165. متولد چندی؟ چند میخوره؟ نه چندی بگو دیگه. چند میخوره؟ 82. بمونه حالا حدس بزنید خودتون. سینگل یا تو رابطه؟ سینگل. سینگل. آیدی اینستاتو بهم میگی؟ رومینا خیز 2 تا آی داره. و متولد چندی؟ 83. قدت؟ 1.70. خیلی قدم بلنده. کدوم محل تهرانی؟ من عبازرم، سمت مرز دارم. اسم چی بود؟ سارا. سارا سینگل یا تو رابطه؟ سینگل. آیدی اینستاتو بهمون میگی؟ آندرلاین سارا نقطه علیزاده آندرلاین. اوکی. متولد چندی؟ 83. قدت؟ 1.78. و خیلی ها گفتن 1.78 ولی تو واقعیشی فکر کنم. آره من واقعی ترینم واقعا. و این ببینید. کدوم محل تهرانی؟ من سطح پاسدارانم. و شغلت؟ دانشجو. سر این ویدیو هیچکی با ما مصاحبه نکرد، هیچکی. این سومین شبیه که دارم میام اینجا، تا الان 14 نفر گرفتم. اسم چی بود؟ رعنا هستم. رعنا. شما؟ فرهانه هستم. فرهانه. فرهانه. اسم خاصیه. سینگل یا تو رابطه؟ سینگلم. شما؟ آیدی اینستاتون رو میشه بگین ده؟ بله. رعنا دات رحمتی آندرلاین. شما؟ فرهانه ام 2 تا دابل ال. متولد چندی؟ متولد 85. شما؟ 85. قدت؟ قدم 172. شما؟ 172. کدوم محل تهرانی؟ شرک. شما؟ شهر. همه چیز. شغلتون محصلی؟ سال آخرم. سال آخر ورناخون. هم کلاسی دیگه. هم کلاسی. اینا همش Best friend together. سینگل یا تو رابطه؟ سینگل. آیدی اینستاتو بهمون میگی؟ آیدادا تف ای. متولد چندی؟ 85. قدت؟ 163. شغلت؟ درس میخونم. و کدوم محل تهرانی؟ منطقه 2 ستارخان. اسم چی بود؟ سارینا. سینگل یا تو رابطه؟ سینگلم. آیدی اینستاتو میگی؟ سارینا کیسی دبلیو. متولد چندی؟ 86. قدت؟ 1.65. شغلت البته با 86 نمیدونم شغلت. درس میخونم. سینگل یا تو رابطه؟ سینگل. آیدی اینستاتو بهمون میگی؟ 2 تا آندرلاین آوای ای اضافه ام اچ. اسم چی بود؟ فرناز. فرناز. سینگل یا تو رابطه؟ سینگل. آیدی اینستاتو میگی؟ فرناز آندرلاین اس وی آندرلاین. متولد چندی؟ 85. چه ماهی؟ آبان. قدت؟ 1.73. شغلت؟ دانشجوام. اسم چی بود؟ هستی. سینگل یا تو رابطه؟ سینگل. آیدی اینستاتو بهمون میگی؟ آره. هستی دات جی کی. متولد چندی؟ 83. قدت؟ 176. نه ببخشید 168. برعکس کن. 168. و کدوم محل تهرانی؟ ستارخان. شغلت؟ مترجمی زبان. اسم چی بود؟ نهال. نهال. سینگل یا تو رابطه؟ من سینگلم. آیدی اینستاتو بهمون میگی؟ نانا انتی. TNT. متولد چندی؟ 85. شغلت؟
من گوینده رادیو ام. و قد 168. کدوم محل تهرانی؟ سعادت آباد. اسم چی بود؟ ماهده. ماهده. سینگل یا تو رابطه؟ سینگل. آیدی اینستا تو بهمون بگی. آره. قدت؟ 1.57. و کدوم محل تهرانی؟ سمت غرب. مرسی. بچه‌ها من یه ذره میترسم ویدیوام هیت بگیره. یعنی نمیدونم، شاید به خاطر اینکه تازه شروع کردم، کلا 5 6 تا ویدیو دادم، شاید هم به خاطر اینکه تیکه‌هاش تو اینستاگرام خیلی پخش شده و اینستاگرام هم به خاطر الگوریتمش این روزا یه جوری آدما رهگذرن، میان فوش میدن میرن. میخوام بگم که اگه تیتر خاصی رو انتخاب کردم به خاطر اینه که دلم میخواد ویدیوهایی که میسازیم، حالا چه مصاحبه‌ها چه از این بعد رئالیتی شو، فرق کنه. یعنی چیزی نباشه که مثلا تو کامیونیتی فارسی ساختن یا مثلا انگلیسی ساختن عین همون رو کپی کنیم، چیز مال خودمون باشه. و به خاطر اینکه تیتر خاصی رو انتخاب کردم، نمیدونم مثلا خوبه بعد شیر میشه، ویو میخوره نمیخوره نمیدونم، ولی گفتم فقط متفاوت باشه. و این بچه‌هایم که اومدن تو این 2 ماهی که من مصاحبه میگیرم با من آشنا شدن و افتخار دادن به من، حال دادن به من، اومدن جلوی دوربینم. اینا هم کیسایی نیستن که سوژه هیت باشن، اینا هم آدمای درجه یکن. دمتون گرم. بریم بقیه مصاحبه. سینگل یا تو رابطه؟ نه تو رابطه نیستم. آیدی اینستا تو بهمون میگی؟ روبیتا ایز هیر. متولد چندی؟ 1382. کدوم محل تهران؟ سعادت آباد. و قدت؟ نگرفتم ولی فکر کنم 1.70 69 نمیدونم. و شغل؟ تو شرکت بیمه کار میکنم، بیمه اسکی. اسمت چی بود؟ شمیم. شمیم. سینگل یا تو رابطه؟ من سینگلم. آیدی اینستا تو میگی؟ اگه قول میدی یه کیس خوب بازم پیدا کنی. شمیم ماندلا MRV. متولد چندی؟ 79. و قدت؟ 170. شغلت؟ دیگه لوس دیگه شغلم هنوز شغل ندارم، دانش. و کدوم محل تهرانی؟ من غرب سعادت آباد. سینگل یا تو رابطه؟ سینگلم. آیدی اینستا تو بهمون میگی؟ 2 تا آندرلاین النا WXO. متولد چندی؟ 82. قدت؟ قدم 1.73 آخرین بار بوده. آخرین بار سن رشدی؟ نه سن رشد اما سن 1.73 فکر کنم. شغلت؟ شغلم موزیسینم، موسیقی. کدوم محل تهرانی؟ من مرکز شهر. اسمتون چی بود؟ غزل. شما؟ اصل. غزل اصل. غزل سینگل یا تو رابطه؟ سینگل. اصل تو چی؟ سینگل. آیدی اینستاتون میشه بگین؟ باشه نشونش. بچه‌ها بهم میگین که کدوم محل تهرانی؟ منطقه 5. منم همینطور. و متولد چندی؟ 86. 85. قدت؟ 158. 156. نزدیک به همه چیتون. شغلتون هم که موثر؟ آره موثر. سینگل یا تو رابطه؟ سینگل. آیدی اینستا تو بهمون میگی؟ آندرلاین نقطه مرزیکس. متولد چندی؟ 81. 81. قدت؟ 175. بگو. میام عزیزم. میام. کدوم محل تهرانی؟ اقدسیه. و شغلت؟ دانشجوام. اسم چی بود؟ زهرا. سینگل یا تو رابطه؟ پارسا جان تا قبل اینکه ویدیو ولنتاین تو ببینم تو رابطه بودم. آیک. چرا چی شد؟ دوست پسرم اونجا با یه دختره دیدم. میخوای کات بدیم میخوام اگر سینگلی الان سینگلی دیگه. خب آیدی اینستا تو بهمون میگی؟ یا جایگزین کنیم برات خودمون خرابش کردیم. زهرا فتحی. اوکی. متولد چندی؟ 80. قدت؟ 1.66. شغلت؟ نخونکارم. و کدوم محل تهرانی؟ ابازر. مرسی. این شب 4 که دارم ضبط میکنم پشت سر هم. قبلا هم پیش اومده بود بعضی از ویدیوها 2 شب 3 شب مثلا طول کشیده بود ضبطش، ولی انقدر نمیشنیدم. مثلا 4-5 نفر یه نفر مصاحبه میکرد. الان دروغ نخوام بگم از 15 نفر 14 نفرشون دارن میگن نه، و خیلی کشدار شده و سخت. هیچ وقت اینقدر تو زندگیم نشنیده بودم. میخوام بگم که بعد قول نمیخوام بشم. اگر این ویدیو 100 تا کامنت گرفت من هستم، اینو
بقیه‌شو میسازم، یا 50 تایی جدا میسازم یا 30 تایی جدا میسازم. ولی این ویدیو رو الان با این 30 نفر تا اینجا ببندیم. خیلی مخلصم. بریم مصاحبه میکنی؟ نه مصاحبه نمیکنی. که بعد پولش یوتیوبش رو فنلاند 40% فنلاند مالیات بگیر از اونا. بعد اومده اونجا میگه لوگو رفته. زنگ میزنم ضابط قضایی میاد. قضا خواهی دخترمی مصاحبه کنی؟ نه. که اصلا شمارش رو بخواه اچ بی بیدار مصاحبه میکنی؟ نه. نمیرم برادر با میکروفون ازت مصاحبه بگیرم. گرمم شد. برم کسی خاموش کن. همین باور کنین آجرهایی هست که ما میذاریم رو هم. یارندی نمیخوام مصاحبه کنم. آخرشونم میگن نه مصاحبه نمیکنم. پسرها پارسا با مصاحبه کن. پارسا ویو نمیخوره تو پسری. خداحافظ.